به اسرائیل با موشک‌های بالستیک یه بار دیگه اسم موشک هایپرسونیک فتاح رو سر زبونا انداخت. موشک هایپرسونیک فتاح 1400 کیلومتر برد داره و سرعتش به 13 ماخ معادل 16000 کیلومتر هم میرسه. این موشک از یه سر جنگی با موتور کروی سوخت جامد و نازل متحرک بهره میبره که قابلیت مانور در همه جهات و دورانی رو داره. با کانال منطقه جنگی همراه باشید. فرماندهان ارشد سپاه پاسداران مدعی هستند که هیچ سامانه پدافند موشکی در دنیا از جمله سامانه اسرائیلی توان مقابله با این موشک هایپرسونیک رو ندارند و دستیابی دشمن به سامانه‌ای برای مقابله با این موشک دست کم 10 سال طول میکشه. با این وجود کارشناسان نظامی غربی میگن که رهگیری این موشک و به طور کلی موشک‌های هایپرسونیک و بالستیک اگرچه غیر ممکن نیست اما خیلی سخته و به همین خاطر در حمله موشکی اخیر ایران به اسرائیل سامانه‌های دفاعیش نتونستن تمام این موشک‌ها رو ساقط کنن. یه موشک هایپرسونیک با سرعت برابر با 5 ماخ و بالاتر حرکت میکنه که 5 برابر بیشتر از سرعت صوت که میشه بیش از 6173 کیلومتر بر ساعت. جت‌های مسافربری با سرعت زیر 966 کیلومتر بر ساعت پرواز میکنن، در حالی که سرعت موشک‌های هایپرسونیک بیشتر از 5633 کیلومتر بر ساعته. ممنون میشم که با لایک و کامنت از کانال منطقه جنگی حمایت کنید. در حال حاضر هیچ سیستم دفاعی موشک عملیاتی شده‌ای وجود نداره که بتونه با این سلاح‌ها مقابله کنه. بعضی موشک‌های هایپرسونیک از جمله موشک موافق صوت هواپرتاب روسیه KH-47M2 بر اساس ادعای ارتش این کشور به سرعت 10 ماخ معادل 12347 کیلومتر بر ساعت و برد نزدیک به 2000 کیلومتر رسیده. برای مقایسه موشک کروز تامهاک که در اختیار نیروی دریایی ایالات متحده و بریتانیا بوده و یک موشک برد بلند به شمار میاد، یک موشک با سرعت کمتر از سرعت صوت بوده و 880 کیلومتر بر ساعت حرکت کرد و برد حد اکثری اون حدود 2415 کیلومتر. اما چین هم تست‌های موفقی در زمینه عملیاتی کردن موشک هایپرسونیک استری اسکای 2 انجام داده. این موشک میتونه به سرعت حد اکثری 6 ماخ بیش از 7400 کیلومتر بر ساعت برسه. در میان پرواز مسیرش رو تغییر بده و توانایی حمله محموله انفجاری از کلاهک‌های متعارف و هسته‌ای رو هم داره.